안녕하세요 여러분. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. اومدیم با درس اعداد. خب اول از همه ما باید بدونیم که توی اعداد ما دو نوع اعداد داریم، عددهای نیتیو و سینو. عددهای نیتیو همون عددهای کره‌ای هستن، به خاطر اینکه کره‌ای ها فقط از اعداد 1 تا 99 دارن. برای مثلا گفتن 1000 و اینا باید از اعداد چینی استفاده بکنیم. توی درس سوممون اول از همه به ما اعداد سینو رو میگه، بعدش اعداد کره‌ای رو. توی اعداد سینو یا همون چینی ما اینا رو برای یه چیزای خاصی استفاده میکنیم، مثل شماره تلفن، شماره اتوبوس، قدمون، وزنمون، یا مثلا قیمت و حالا طبقه و از اینجور چیزا، حتی دقیقه. پس ببینید اعداد چینی همون سینو از 0 تا بی نهایت هستن برای گفتن تاریخ، پول یا قیمت یه چیزی، و گفتن دقیقه و ثانیه. ساعت رو با نیتیو میگیم، ولی خب حالا برسیم به درسش بیشتر توضیح میدیم. گفتن شماره تلفنمون، شماره پلاک، طبقه، حالا کلا مربوط به اتاقمون، شماره اتاقمون، شماره طبقمون، یا حالا اینا پلاکمون و اینا، و قد و وزن و همین چیزا و غیره ازشون استفاده میکنیم. بعد تو برای مثلا اندازه، مثلا میخوایم اندازه مثلا یک چند متر رو بگیم و اینا از اعداد چینی یا همون سینو استفاده میکنیم. حالا بریم اینا رو یاد بگیریم. از عدد 0 تا 1 میلیون رو فعلا میخوایم یاد بگیریم، ولی خب بیشتر از اینم بعداً یاد میگیریم. فعلا میخوایم تو همین حد یاد بگیریم. خب من براتون اعداد رو میخونم. یونگ، کنگ میشن 0. 0 چی میشه؟ میشه یونگ کنگ. 1 چی میشه؟ ایل. ایل 1. ای 2. سام 3. سا 4. او 5. یوگ 6. چیل 7. پل 8. کو 9 و شیب میشه 10. خب الان این اعداد 0 تا 10 بودش که ما براتون گفتم. حالا اگه بخوایم بگیم 11 باید بگیم 10 و 1 دیگه، باید بگیم شیب ایل. 12 شیب ای. 13 شیب سام. 14 شیب سا. 15 شیب او. 16 شیب یوک. 17 شیب چیل. 18 شیب پل. 19 شیب کو. و اگه خواستیم بگیم 20 دیگه میایم میگیم ای شیب. 1 تا 19 رو اول بهتون گفتم، حالا میخوام 10 20 30 40 بهتون یاد بگم. شیب میشه 10. ای شیب میشه 20. سام شیب میشه 30. سا شیب میشه 40. او شیب 50. یوک شیب 60. چیل شیب 70. پر شیب 80. کو شیب 90 و پگ 100 میشه. پگم که 100. خب الان ما بهتون مثلا از 11 12 13 اینا رو بهتون گفتم که حالا مثلا اگه بخوایم مثلا بگیم 44 هم میگیم سام شیب سا. خب دیگه همینجوری میگیمشون. حالا میخوام روی دوره 100 رو بهتون بگم، یعنی مثلا 100 200 300 400 اینجوری. 100 میشه پگ. 200 میشه ای پگ. 300 میشه سام پگ. 400 میشه سا پگ. 500 میشه او پگ. 600 میشه یوک پگ. 700 میشه چیل پگ. 800 میشه پل پگ. 900 میشه کو پگ. بعدی هم میشه 1000 که میشه تون. و همینجور ادامه داره. حالا مثلا 1000 2000 اینا رو میگیم.
1000 میشه چون، 2000 میشه ای چون، 3000 میشه سام چون، 4000 میشه سا چون، 5000 میشه او چون، 6000 میشه یوک چون، 7000 میشه چیل چون، 8000 میشه پل چون، 9000 هم میشه کو چون. حالا بعد از کو چون میشه من، میشه یعنی 10000. 10000 یعنی من. حالا برای منم همین شکله. 10000 میشه من، 20000 میشه ایمن، 30000 میشه سامن، 40000 میشه سامن، 50000 میشه اومن، 60000 میشه یوگمن، 70000 میشه چیلمن، 80000 پلمن، 900,000 هم کومن. و بعد از اون میگیم برای 100,000 میگیم شیپمن. خب حالا دیگه بچه مثلا برای 200,000 300,000 همون جوریه. مثلا شیپمن وقتی میخوایم بگیم 200,000 میگیم ای شیپمن، 300,000 سام شیپمن، 400,000 سا شیپمن، 500,000 او شیپمن، 600,000 یوک شیپمن، 700,000 چیل شیپمن، 800,000 پل شیپمن، 900,000 هم کو شیپمن. بعد از اون برای گفتن 1,000,000 میگیم پگمن. خب بچه یه چیزم باید بهتون بگم حالا که آخر بعد از اینکه اعدادو گفتم اونم بهتون میگم. پگمن چرا بهشون گفته پگمن؟ چون بچه کلا کره هر 4 تا ما 3 تا میشماریم جدا میکنیم دیگه. اون چیزی میخواستم بگم اینه. ولی کره 4 تا میشمارن جدا میکنن. الان چون اینو بهش گفته پگمن، من چند تا صفر داشت؟ 4 تا. ولی خب ببینید اینجا براتون تو کتابم هر 3 تا جدا کرده، ولی کره 4 تا جدا میکنن. 4 تای اول رو جدا میکنیم، میبینیم چند تا میمونه؟ 100 میمونه، میگیم پگمن. توی شیپمن هم همینجوریه، 4 تا رو جدا کنیم 10 میمونه، میگیم شیپمن، پگمن. حالا بعدی مثلا میشه چون من، همینجور. حالا مثلا پگمن رو بخوایم کل چیزشو مثلا بگیم، مثلا 2,000,000 3,000,000 چجوری باید بگیم؟ باید بگیم پگمن، ای پگمن، سام پگمن، سا پگمن، او پگمن، یوک پگمن، چیل پگمن، پل پگمن، کو پگمن. اینم از کل اعدادمون. یک بار دیگه من از عدد 0 تا 19 رو براتون میشمرم. یونگ، کنگ، ایل، ای، سام، سا، او، یوک، چیل، پل، کو، شیب، شیبیل، شیبی، شیمساب، شیبساب، شیب او، شیب یوک، شیب چیل، شیب پل، شیب کو و بقیه هم که همینجوری بودن. خب این از اعدادمون، اعداد سینومون. حالا میریم توی کتابمون. توی کتابم دقیقا اگه نگاه کنین همونجوری بهتون گفتم 3 تا اومده جدا کرده. ولی خب بهتره که شما وقتی خواستین بیشتر از مثلا 4 تا 0 بود بیاین 4 تا جداش کنین. حالا هر جور که راحتین، برای اینکه بدونین که یا میتونین همینجوری حفظ کنین یا اونجوری که من میگم. مثلا وقتی بخواین یه قیمت خیلی بزرگ رو بگین، مثلا همین پایین صفحه اون کامپیوتر رو داره براتون گذاشته، همونجوری که میبینین 4 تا 0 داره و 3 تا رقم. میایم اون 4 تا 0 رو جدا میکنیم. حالا هر چی که میبینیم ما مینویسیم، بعد یه من میذاریم. یعنی چطوری؟ مثلا اینجا الان 237 دیگه، یعنی ای پگ سام شیب چیل. حالا به خاطر اون 4 تا 0 یه من میذاریم، یه ون. ای پگ سام شیب چیل من ون، یعنی 2,370,000 ون. همینجور، همین سادگی. حالا بریم همین مثالامون رو بخونیم. بچه برای گفتن شماره تلفن میان چیکار میکنن؟ میان شماره تلفنش رو اینجوری میگن. مثلا این شماره تلفن نگاه کنید تو همین صفحه 31 اول عکسمون برامون مثلا نوشته 010 47 83 32 75. یه شماره کره ای هم هستش.
مثلا اینو بهتون گفته. اینو اگه من بخوام به دوستم مثلا بگه شمارت چنده و من بخوام شمارمو بگم چجوری باید بگم؟ بچه اول از همه که اون 10 رو میگیم، بعدش اون که 4 رقم اولو که گفتیم، اون 47 و 83. بعد از اینکه 47 83 رو گفتیم یه ا باید بذاریم، به خاطر اینکه اینو باید جدا بکنیم که مثلا بگیم که این 4 رقم اولش، اینم 4 رقم دومش. تو شماره گفتن خودمون همینجوری، بعد از اینکه اون 3 رقم وسط رو گفتیم یه ا میذاریم و بعد 4 رقم بعدی رو میگیم. الان نگاه کنین، اول میگیم کنگ ایل کنگ. بچه برای استفاده کردن شماره گفتن از کنگ استفاده بکنین، بهتر از یونگه. بعد از کنگ استفاده بکنین. کنگ ایل کنگ یعنی 0 1 0. سا چیل پل سا چیل پل سام سا چیل پل سام. بعد از اینکه اینو گفتیم باید یه ا بگین، بعد بگین سا چیل پل سامه. خب بعد از اینکه م ا گفتیم اینجا در اصل داره حواسش در میشه که آها این 4 رقم وسط رو گفت، حالا میخواد بعدی رو بگه. حالا بعدی رو خواستیم بگیم چی میگیم؟ میگیم سام ای چیل او و مثلا 3 2 7 5. بچه ها میتونین همینجوری بگین، یعنی هر یه دونه عدد رو یه دونه بگین. مثلا بگین مثلا 3 سام 2 ای 7 چیل 5 او، اینجوری بگین. یا اینکه میتونین مثلا بگین 0 1 0 بعد اینو مثلا بگین 4783 که اگه اینو بخوایم بگین چجوری میشه؟ میشه سا چون چیل پک پل شیب سامه سام چون ای پک چیل شیب او. اینجوری هم میتونین بگین، یعنی هم به این صورت میتونین بگین که عدد، هم میتونین به صورت اینجوری بگین که کلن بگینش. ولی خب ا رو فراموش نکنین. بعد از اون میتونین مثلا برای شماره اتوبوس و اینا استفاده بکنین. جا قد و وزنش هم استفاده کرده، میبینین دیگه. سنتیمیتر برای همون سانتیمتر میشه، یعنی برای قدشه. و کیلوگرم یعنی برای وزنش بوده. بعد از اون مثلا میتونید از تنگ استفاده بکنید برای طبقه. مثلا سامتنگ طبقه 3 طبقه. بعد از اون از هو برای پلاک و دونگ برای واحد اینا استفاده میشه. یعنی الان اینجا نوشته اون مثال قبل از کفشا همون ساختمونه. ایپک شیب سام دون که میشه واحدش، یعنی میگه که واحد 213. هو گفتیم چیز میشه دیگه، هو گفتیم پلاک میشه دیگه. سا پک شیب ای پلاک 412. خب اینم از این. بعد از اون مثلا گفته برای اینکه میتونیم مثلا قیمت رو بگیم ازشون استفاده کنیم، مثل همین کامپیوتره که بهتون گفتم، یا مثلا همین کفشا که مثلا چنده 83,000 وون. ولی خب بچه گفتم اینا چجوری میگن. 4 تای اول رو جدا میکنیم، 4 تای اول رو 3 تا 0 داریم، یه دونه 3. اینا رو جدا میکنیم، بعد 8 هرچی که موند، حالا 8 موند، هر عددی موند، عددمون رو مینویسیم. الان اینجا چنده؟ پل. بعد یه من میذاریم. حالا قبل از اون 4 رقم رو مینویسیم، یعنی مثلا 3 رو مینویسیم سام چون ون. پل من سام چون ونیه. پل من سام چون ون. اینجوری بنویسین خیلی بهتره و گیج نمیشین یه وقت سر اعداد و اینا. بچه ها میرسیم به مکالممون، مکالمه صفحه 32. ساموشیری میاد چینگیه یا میگه که دفتر ادارت
دفتر ادارت همون دفترت یا همون دفتر ادارت میوتسنگیه یا طبقه چند هستش، طبقه چنده. بعد میگه که کوچینگیه یا طبقه 9 هستش. بعد از اون میگه که چونها بونوگا مویهیو چونها بونوگا. بچه چرا اینجا میگین که الان شاید بپرسین که چرا اینجا گفتم بونوگا، این نه که پایین چیز هستش با اون ه تلفظ میشه و اون ه خونده نمیشه. اینجا به جاشون نه رو میذاریم روی او، یعنی اینجوری میخونیم نکنین. چونها بونوگا مویهیو شماره تلفن چنده؟ میگه کنگیل کو 01 9 8 2 8 7 2 9. الان ای گذاشته، حتما باید ای رو بذاریم بچه ها بعد از اون رقمتون که تموم شد. بعدش چی گفته؟ کنگ او کو او کنگ کو 9 5 0 9 ایه. این هم از شمارهش. حالا بعدی میاد بون بسرر تایو، میاد بون بسرر تایو. میگه شماره میگه اتوبوس شماره چند سوار میشی؟ بعد میگه که چیل پیک او بون بسرر تایو، شماره 705 رو سوار میشم. شماره اتوبوس 705 رو سوار میشم. بون یعنی شماره. برای اینکه قیمت بگیریم باید از این جمله استفاده بکنیم. چگی اولمایهیو، حالا به جای چگی میتونین هر چیزی بذارین و اولمایهیو استفاده بکنین، یعنی چند هستش، قیمتش چنده. چگی اولمایهیو قیمت کتاب، این کتاب قیمتش چنده. میگه چی؟ دوباره 4 رقم جدا میکنیم، فقط 2 میمونه. میگیم ایمن اوچون ونیهیو، ایمن اوچون ونیهیو 25,000 ون هستش. خب بچه ها اینم از این درس. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشینش. تمرینام خوب انجام بدین، من جوابشونم توی کانال تلگرامم قرار میدم. امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید. سوگاش بستایا.